از دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. ما مشوش از آن میگردیم که وقت میگذرد و عمر از پس آن، اما شاد از آنیم که گذشته وقت دیدار ما و شما را نزدیک می‌سازد. شامدان بخیر عزیزان، این برنامه شامگاهی شام دوشنبه است. از مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه و شما سلام ارسال می‌داریم. تصمیم ما تصویر و ترغیب کوچه‌های پایتخت و سیر شامگاهی ساکنان پایتخت است و اطمینانم کامل است که در ترغیب و تصویری سیر شامگاهی مردم شما ما را همراهی خواهید کرد. اینک اگر آماده باشید پس شروع میکنیم. رفتیم. دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه، بردیده صفایی دوشنبه، جان و دلی مایی دوشنبه، بردیده صفایی دوشنبه. شامتون بخیر باشد میروان. تشکر. شما هم شام اهل ایجاد برنامه‌های مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه نیز بخیر و شادی باشد. شامی ساکنان دوشنبه شهر، شامیان نفرانی که لحظه ما را تماشا دارند بخیر و شادی باشد. سلامت باشید. خوب، این دمای لحظه از جانب کار به سوی خانه اگر خطا نکنم. بله، من هر شام فاروق وقتی که کار رو انجام میپذیرم حتما بعد از انجام کار به سوی خانه رهسپار میشوم و یک چند کیلومتر پیاده رو میگردم تا زیبایی‌های این شهر رو دیده باز با روح الهام تازه سحر به کار بیایم. و میدونید من همین گونه تصور میکنم هر شامی که به کوچه های پایتخت میبرایم گمان میکنم که این شام ایدانه است. یعنی هر شام دوشنبه شهر شام ایدانه است. همین گونه نه؟ وقتی که مثلا در کشورهای خارج میگردید میبینید و قیاس میکنید به شهر دوشنبه. بله. باور کنید ما چند وقت پیش در تاشکند بودیم، خیلی مردم کم بودن در کوچه و هر شبی که در شهر دوشنبه اگر ما گذر کنیم خیال میکنیم که همون شب یگان جشن است در دوشنبه. چون که مردم با لباس‌های ایدانه، با لباس‌های پیراهن‌های زیبا با سیر و گشت دوشنبه میبرند و به خود یک غذای معنوی میبردارند. واقعا هم دوشنبه یک شهر دوست داشتنی است، یک شهری است که شهری عاشقانه است. بله، و ما از دل و جان این شهر را دوست می‌داریم و افتخار میکنیم از دوشنبه شهر عزیز. بله، ساکن پایتخت بودن خود یک افتخار، یک مسئولیتی بلند است که باید هر یک ساکن این را به عهده داشته باشد و واقعا هم دوشنبه شهری دوست داشتنی است. دوشنبه شهری است که نه تنها باید جوانان دوست دارند، پیر و برنا، خرد و بزرگ همیشه دوستداری باید دوشنبه باشه. تشکر برای صحبت. استراحت خوش به شما. شامتون بخیر. شامتون بخیر باشد. این برنامه شام دوشنبه است. من صبحزاده فاروق میل چیناس میشویم. من داداجان صفا. کجا کار میکنید؟ کارمندی وزارت نقل جمهوری تاجیکستان. سلامت باشید. سفر رو بخیر. از کجا به کجا راه سپارید؟ من از کارخانه وزارت نقل و پیش مادرم رفتم. سلامت. پای پیاده. پیاده. با خاطری که میخواهید از سیر شامگاهی هم داشته باشید. من خیلی بسیار مهربانی دارم که تو شهر دوشنبه قطعی من از جیگتول آمدم پیش مادرم رفتم در من بسیار خوشبخت هستم. بسیار همه جا خوب است، بسیار مهربان است، آدم ها بسیار چهره خوب قطعی هستند، اما همه خیلی باشند، در خانه جناب والی باشند. اما تاجیکستان در عرصه بین المللی نشان دهیم که ما چه آدم هستیم، چه زندگی میکنیم. سلامت باشید. شامتون بخیر. استراحت خوش به شما. سلامت باشید. تشکر. از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. سلام علیکم. شامتون بخیر باشد. شما بخیر. این برنامه شام دوشنبه است. من صبحزاده فاروق میل چیناس میشویم. عزیزه نامم عزیزه.
کجای کار میکنید؟ من کار نمیکنم. میخونید؟ نه. نمیخونید نه کار میکنید؟ نه کار میکنم حضورش با. در کوچه های پایتخت در این شام پرنکهت به سیر شامگاهی مشغولید؟ بله. خب میخوام در مورد این شام همراهتون صحبت کرده باشم. چگونه دریافتید این شام رو؟ بهت خوشرو، هوا نفس. برای سیر و گشت بهت نفس. زود به سیر شامگاهی میبرید؟ نه من همین یک نیم مشت از مسکو آمدگی برای همین دوشنبه را یاد کردم. سلامت باشید. خب چند مدت در مسکو بودید؟ از یک سال زیاد. از یک سال زیاد. خب چی دیگرگونی است در دوشنبه شهر؟ در دوشنبه اکنون بسیار خانه های نو پیدا شدن. بهت بسیار تشکر. شامتون بخیر باشد. استراحت خوش. از شناسایی با شما خیلی شد باشد. سلام دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردیده صفایی دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردیده صفایی دوشنبه. شامتون بخیر باشد. من صاحبزاده فروخ از تلویزیون سفینه. این برنامه شام دوشنبه است. میخواهیم در مورد شام‌های پرنکهت دوشنبه شهر همراه ساکنان پایتخت هم صحبت شویم. این شام را چگونه دریافتید؟ خیلی خوب. خصوصا در مورد آبادکاری ها هم میخواهیم فهمیده باشیم. امروز دوشنبه شهری ما تا کدام حد دوست داشتنی است؟ دوشنبه شهری ما زیبا است. دوشنبه شهری ما خیلی باید شدن، خیلی زیبا شدن، خیلی همین جوروهای خونه‌های نو، بعد همین سوپرمارکت‌های نو، همین همش همین باید شده. زیبا هم دیدنی هم دوست داشتنی هم. تشکر. شامتون بخیر. سلامت باشید. زنده باشید. واقعا اگر هدف اساسی ترغیب سیر آسایشته مردم باشد، هدف دیگر ترغیب زیبایی های دوشنبه شهر است. رسوخی ما از آن است که امروز دوشنبه شهری عزیز را جهانیان میدانند، اعتراف میکنند و از زیباییش واقف هستند. اما ساکنان پایتخت چی؟ سوال مطرح همین است. برای گرفتن جواب این سوال آمدیم به کوچه های پایتخت و همراه ساکنان پایتخت صحبت انجام خواهیم داد. ما رو همراه کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. شامتون بخیر باشد. شام شما نیست. این برنامه شام دوشنبه است. از دیدار شما خیلی شدم. بیا چی میشویم. من یوسف جلیل، ساکن پایتخت. یوسف جلیل؟ غریب شاکر، ساکن پایتخت. نظر محمدی نوس. سلامت باشید. خوب در این شام پرنکهت، در این شام واقعا هم لذت بخش، از کجا به کجا سفرها بخیر. راستی حاضر ما از کار برگشتیم و میخواهیم کمی از باغ رودکی نظر کنیم، زیرا چون به همگان معلوم است باغ‌های شهر دوشنبه نهایت زیبا شدند، گلگشکفان هستند و ما نیز تصمیم گرفتیم این بیگاه، یعنی این شام را با سیر و گشت باغ رودکی گذرانیم. سلامت باشید. خوب از خیابان‌های دوشنبه شهر چی میگید؟ خیابان‌های دوشنبه شهر چگونه است؟ راستی گپ به نظر همه وانمود است که خیابان‌ها یعنی کوچه‌ها، راه‌های شهر نهایت زیبا شدند. چون می‌بینید همه با سنگ منفعل شدگی و همه آرزو میکند که در شهر زیبایمان یعنی سیر و گشت کند. در چنین تازگی شهر نیز به نظر میرسد، زیبایی شهر و این چنین بناهای با حشمتی که ساخته شدند شهر رو باز زیباتر گردانیدند و از این ما حلاوت میبریم. سلامت باشید. به شما استراحت خوش. تشکر. به شما شام بهترین رو تمنا داریم. تشکر. سلامت باشید.
салом алейкум. Шоматон бахайр бошад. Здравствуйте. Это передача «Вечерний Душанбе». Меня зовут Фарух, давайте знакомимся. Здравствуйте, меня зовут Нисо. Нисо, как вам сегодняшний вечер? Отличный. Каждый вечер видите гулять? Когда гуляете по центру, то да. Да? Да. Мне нравится все, знаете, наш город цветет, расцветает. Мне нравится то, что окажись ты в любом уголке города, тебе всегда уютно, чисто, красиво. И мне все нравится. Я люблю этот город, я люблю эту страну. Спасибо вам большое Спасибо. и доброго вечера. Спасибо, спасибо. Спасибо. از شهری دوشنبه شنوت از دل کشور از دل کشور از شهری دوشنبه شنوت از دل کشور از دل کشور سلام علیکم. شما بخیر شما بخیر باشید. یا چی ناس میشیم؟ نام شما؟ سعید. خب میخوایم در مورد آبادکاری ها در دوشنبه شهر از شما پرسان شویم. آبادکاری های دوشنبه چشم نظر میرسد که ما در دوام 3-4 سال اخیر بسیار دیگرگونی های زیاد رو میبینیم. این برای ما یک خرسندی بخش است که ما در یک شهر آبادی دوشنبه زندگی قرار داریم. سلامت باشید. شماتون بخیر. سلامت باشید. سلامت باشید. دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردید صفایی دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردید صفایی دوشنبه در مزرعه دل تو شهری جانی از سرخطی آریا نشانی دنیای تو سرنوشتی ما است در یاد همیشه جاویدانی حوزه و صاف سرخی و منظره و گلدشت های زیباست دوشنبه شهری ما رو افتخار میکنیم و میبولیم از اقبال بلند. سلام علیکم. شامتون بخیر باشد. شام شما بخیر. این برنامه شام دوشنبه است و من صبحزاده فاروق میشناس میشوید. من شرف دوست می‌دارم. خب سفرها بخیر. از کجا به کجا رسید؟ از کار به خانه. از کار به خانه و حتما که پای پیاده. البته. به کدام خاطر؟ به خاطر هوای تازه، تماشای این همه زیبایی شهر دوشنبه. میخوام در مورد آبادکاری ها در شهر دوشنبه چیزی گفته باشید. در مورد آبادکاری ها به همه معلوم است که همه روزه به چشم میرسد آبادکاری ها همه روزه اون با شدت بلند آبادکاری ها ساختمان ها گلگشت ها زیبا گشته ایستادند باغ های سیر سیاحتی زیبا گشته ایستادند. من شخصا همه روزه از جای کار تا به خانه و از خانه تا به جای کار پیاده می‌بیم به خاطر بالیدروهی به خاطر خستگی. یعنی که سیر شامگاهی میتواند خستگی رو برطرف کند خصوصا زیبایی هایی که امروز در دوشنبه شهر عیان است و هم میگن که چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. بله نباشم اگر نقلیات مسافرکش یگان مشکلی ندارد. بله. تنها به خاطر استراحت من هر شامگاه به خانه با پای پیاده به تماشای شهر دوشنبه برای من بسیار خوش است. تشکر. شامتون بخیر. استراحت خوش به شما. به شما هم. سلامت باشید. چند لحظه از ثروت این شام گفتیم از آبادی آزادی از زیبایی آنقدر گفتیم که گمان میکنم برای این شام شاید کفایه باشد. ما تا شام دیگر با شما خیر و خوش میکنیم. خیر عزیزان براحت باشید زیرا که فرزندان با ننگ و آر دیار در حفاظت آسودگی شما اند. باقی تا نزدیکترین دیدار خیر.
از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور